این شطرنج آقا این چیه؟ میگم لخته که اون چیه بره نوک پوک همه معلومه که بیناموس. وای خیلی مخلصم آقا. ایشالا که الان هنسفریاتون نمیدونم ایرپادتون هدستتون هرچی که الان دارید بس باشه، حسابی تاریک هم باشه که آماده یه فیلم کوتاه ترسناک دیگه باشید. اگه اولین بار داری ویدیو منو میبینی حتما سابسکرایب کن. کلا چنل ما همینه، دارک مودش، و اینکه زنگوله رو بزن به محض اینکه ویدیو جدید اومد در جریان باشی و لایک این ویدیو یادتون نره. برو بریم. اسم این فیلم ترسناک کوتاه 12 دقیقه ما پوست سگه. شروع دارکی داشت. چی نیست. یه آدم خیلی بدبختیه فکر کنم که با هزار جور بدبختی داره زندگی میکنه. از نوع راه رفتنش و جایی که داره زندگی میکنه قشنگ مشخصه. حالا تو معتاد بودنش شک دارم فعلا. چرا بدبخته او؟ سگه رو فکر کنم سگه هم خیابونی بود، آوردن اونجای خوش نگه داشته. داشته ترک میکنی؟ این چیه؟ زنه تو چی تاریک سایه دیدم گفتم این خدایی الان هیچ ربطی نه جن بخواد بیاد.
اه سگ مرده؟ اون چیه؟ حاجی سگ فاکتاپ شده. حاجی نمیفهمم. وای وای اون چیه؟ آقا این شطرنجی، آقا این چیه؟ میگم لخته که. آقا این که خب من اینا اینجوری بذارم که یوتیوب خب دهن ما رو سرویس میکنه. لخت ناموسه. عجب دا فقریه. اون چیه بره نوک پوک همه معلومه که بیناموس. وای حاجی به قرآن یارو داره ترک پرک میکنه توام زد. به قرآن داره ترک پرک میکنه توام زده. الکل تانول خالص. سگ سر جاش. اینم اون چیه؟ آقا این کلا فیلم چیزه که یعنی چی؟ کلا فیلم بیناموسیه که یعنی چی؟ چقدر تشنه من امشب. خب من اینا رو نمیدونم چی با بکنم. فکر کنم با همه شطرنجی کنم. جمپون اون هم معلومه. جان مادر صدا نیاد. وای آش سگ بچه. باز بینه واقعی یا باز توام زده.
به قول الان میفهمه دست سگه رو گرفته، تمام زده. حاجی یارو داره ترک پرک میکنه، شیشه پیشه میزده به قرآنش. روان کرد فیلم منو. دیگه حاجی مغزم داره میگوزه. بابا این بیناموسی لباس بس. پوست سگ رو بغل کرده. اوه فهمیدم. دخترم نابود میشه. نگاه نابود میشه. خب بیناموس. آقا این دیگه چه سمیه. سگ بود گفتم. خیلی فیلمش مفهومی بود. دو تا برداشت کردم این فیلمه. خب اینا که شاید نشون نده. دیگه کلن دیگه همه رو نشون داد. پوست سگ. آقا داستان از این قرار بود که این یارو خودش داشت ترک میکرد، اصلا واضح بود با اون وضع زندگیش و توام زده بود. ولی من گفتم دو تا حالت ممکنه. اون اینه که یا اینو سگ، چجوری بگم بهتون، یا اینکه سگ بود در آخر گاز گرفت، این برای خوش توام میزد که فکر میکرد دختره، یا حالت دوم اینی که این پوست سگی که اونجا بود مثلا چه میدونم حالت جن زده و نمیدونم شوم و این داستانا بود. متوجه بشید من چی میگم. تو قرآن سخت من توضیح دادم، میدونم متوجه شدید. دمتون گرم. آره ترسناک نبود. ترسناک یعنی مثلا جامپ اسکیر داشته باشه. جامپ اسکیر یعنی اون صحنه ها و صداهای ترسناکی دور به شوک بده. یعنی حالا ان شاءالله ویدیو ترسناک باحال‌تر پیدا بشه. اینا رو من بر اساس ویو بالاشون از تو این کانال آلتر برمی‌دارم و یک سری کانال‌های دیگه. حالا ویدیوهای بعدی